ساخت حساب پایر و برداشت از سایت سورفبی. بریم ببینیم. لیتس گو. سلام رفقا، چطورید؟ به چنل خودتون اشیایم خوش اومدید. اگه یادتون باشه ما یک دو هفته پیش یه سایت تبلیغاتی رو معرفی کردیم. یه سایت کلیکی بود که میتونستید تبلیغ ببینید و درآمد داشته باشید و تا 10 لول زیر مجموعه میداد. تو این ویدیو قراره ساخت حساب پایر رو آموزش بدیم که برای برداشت از سایت سورفبی، همون سایتی که معرفی کردیم، نیازه که حساب پایر رو تو این ویدیو میسازیم. و این حساب پایر هم یه حساب خیلی خفنیه که ایران رو تحریم نکرده، چون برای روسیه است اگه اشتباه نکنم. و جالبه آمریکایی‌ها نمیتونن داخل این سایت حساب بسازن و ایران رو تحریم نکرده و راحت میتونید با حتی آی پی ایران برید ازش استفاده بکنید. خیلی شیک و مجلسی، راحت تو خیلی از سایتام حساب پایر حالا من میگم پایر معتبره و خیلی از سایت‌ها پشتیبانیش میکنن و خیلی همین سایت‌های کلیکی و اینا راحت میتونید به حساب پایرتون یا پایرتون برداشت بزنید و خیلی راحت ساخت حسابش و احتیاج به وریفای هم نداره. یعنی اگه وریفای بکنید خب بهتره، ولی وریفای هم نکنید تا $1000 در روز میتونید تراکنش انجام میدید که برای ما کافیه. و یک چند تا نکته هم در مورد سایت تبلیغاتی میگم که چجوری درآمدتون رو بیشتر بکنید. بریم سراغ ساخت حساب. بذار من رکوردر رو بزنم فقط. خب لینک پایر رو تو دیسکریپشن هست، تو کامنت پین شدم براتون میذارم که راحت برید وارد سایتش بشید. و اینجا که وارد بشید خب لاگینه، یا البته حالا سایت اصلیش، حالا بذار پایر رو بزنم ببینیم صفحه خاصی داره. خب اینجا لاگین و کرییت اکانت داره. صفحه اصلیش که گذاشتم، شما کرییت اکانت رو میزنید چون میخواد حساب بسازید. اینجا یه دونه ایمیل ازتون میخواد. حالا من یه دونه ایمیل ها رو میزنم. خب من ایمیل رو زدم، الان میزنم ایجاد حساب کاربری. مسلما یه کد به ایمیلم میاد که من باید تایید بکنم. الان میگه کد تایید رو شما برای من بزنید. حالا من ببینم تو حسابم هستم، امیدوارم اینم سریع رد کنه. بله کد تایید اینجا اومده 86980. خب ایجاد حساب کاربری رو میزنیم و اینجا داره میگه که کلمه عبور بزن. شما کلمه عبورت باید یه حروف بزرگ داشته باشه و اعداد هم داشته باشه. حالا من کلمه عبور رو میزنم، مثلا HKM با بزرگ 2022 ایم. حالا امیدوارم که تایید بکنه. البته فکر کنم باید 8 حرف هم باشه. حالا HKM گیم میزنم که کار از محکم کاری عیب نمیکنه. کد مخفی مهمترین قسمت همینه. شما این کد سکرت، البته الان ترجمه شده، سکرت کدتون رو باید یادداشت بکنید، باید تو ذهنتون باشه. مثلا حالا من 1 2 3 4 5 6 بذار ببینم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میزنم. خب حالا اینو حال بر ندید، این پایینم تغییرش ندید، همین کد بذارید باشه. البته میتونید تغییرم بدید ولی خب تغییر نشد، مثلا 2 ساعت بخواد تغییر بدید تا یک کدی بهتون بده. اینم حساب پایرتونه که باش برداشتا و پرداختا رو با این انجام میدید. این حساب پایرم البته داخل سایت فقط این سیکرت کد رو یادتون باشه. پسوردم که دیگه باید یادتون باشه. الان من HKM game 2022 دادم، H و گیش بزرگی. خب نکست رو میزنیم، سیکرت کد یادتون نره. اینجا مشخصات میگه، شما مشخصات دقیق خودتون رو بزنید. حالا من مشخصات مثلا داشتم میزنم چون خودم یه بار حساب ساختم. و کشورم که ایرانه، انجام شد و میزنیم. و الان حساب پایرمون به همین شیک و مجلسی ساخته شد. ولی این اولیه رو میبینید، این پیغامه لطفا اطلاع ورود در مکان امن ذخیره بکن. شما اینو باید ذخیره بکنید، همه و حسابتون و شماره حساب که نیازش دارید، کلمه عبورتون، پست الکتریکی و کد مخفی، اینا رو شما نیاز دارید. نشه ما سقف برداشت فعلی شما $99 در روزه. وقتی حساب تایید کنید دیگه سقفی وجود نداره، ولی الان $99 در روز که برای ما که میخوام یه تراکنش معمولی انجام بدیم $999 در روز همون $1000 خیلی هم عالیه. پس احتیاج به وریفای کردن حسابمون نداریم.
اینو برای برداشت از سایت سورفی و همه سایت ها به این نیاز دارید، به شماره حسابتون. و اما منتقل کردن و اضافه کردن و حالا من این خارجیش هم بکنم، این ترانسفورمه که میتونید انتقال بدید، ترید میتونید جا چیز بکنید که اینجا مثلا شماره حساب طرف رو میزنید، بخواید به حساب دیگه بزنید، حالا بیت کوینی، پرفکت مانی چیزی، اونا رو انتخاب میکنید و شماره پرفکت مانی یا بیت کوینش اینجا آدرسا رو میزنید، مقدارشو میزنید، توتال هم که گفته با چیزش حساب میشه، با فی پرداختش رو بهتون میگه. خیلی راحت میتونید انجام بدید. الان اینا نیاز نداریم برای کارمون. تو این ویدیو وارد سایت سورفی میشم من که بریم برداشت بزنیم. حالا من شماره حساب اصلیمو نیاز دارم که فکر کنم داخل سایت سورفی باشه. حالا بذار من تو پرداختاش برم، هیستوری ویدرا رو برم، اینجا شماره حسابم هست. خب من این شماره حساب رو کپی میکنم که یه بار برداشت زدم ازش و میریم صفحه اصلی سایت سورفی میشیم. دقت کنید من این کام به 22% رسوندم، یعنی خودم دارم داخل این سایت فعالیت میکنم و هنوز 5 ساعتم اینم دارم و نمیذارم این 5 ساعت تموم شه. اگه این 5 ساعت تموم شه این کامتون به مرور میاد پایین و نمیذاره بره بالا. سعی کنید این کامتون رو ببرید بالا که درآمدتون بیشتر بشه. یک، و سعی کنید زیر مجموعه فعال داشته باشید. حالا من 14 تا شده زیر مجموعه فعالی که خودتون ثبت نام کردید و الان 31 سنت شده درآمدم که اکثرش هم خودم بودم. بعید میدونم زیر مجموعه زیاد باشه چون این زیر مجموعه خیلی کمه چون تعدادشون کمه و اکثرش خودم بودم، یعنی تبلیغاتی که میدیدم روزی 3 سنت 4 سنت تبلیغات میدیدم و البته زیاد نیست، ولی خب حالا این سایتش میخوام اینو ببرم بالا به 100 برسونم ببینم چجوریه درآمدش حتی شخصی و اینکه زیر مجموعه تا 10 لول میده، مثلا اگه فعال باشن خیلی جالبه. حالا کارش نداریم، معرفی کرده بودیم این سایتو، من گفته بودم آموزش‌ها رو کامل میذارم و الان میخوام آموزش برداشتش هم بزنیم. حساب پایه رو که ساختیم و الان میریم ویدرا رو میزنیم. ویدرا که بزنیم میگه به چه حسابی میخواید برداشت بزنیم، من میگم پایر یا پایر عزیزم. این یه خورده کند این جاش که میزنی چون کلا تو قسمت برداشت که میری سایتا سنکوب میکنه، میگن یعنی چی میخوای برداشت بزنی، چجوری دلت میاد پول از سایت ما بکشی بیرون. گوزو بر خدا. آقا من یه رفرش بکنم، این فکر کنم گل زده و حالت طبیعی نداره. بله. میگه تو کیف پول پایرمون پول نیست که بخوای برداشت بزنیم. حالا فرقی نداره، کیف پول پایرم که بزنید همینجوری میاد، میگه 3 سنت شما 30 سنت میتونی دریافت کنی، هزینه برداشتش هم 1 سنته. کلا هرچی بخوای برداشت بزنید هزینه برداشت 1 سنته. اینجا آدرس کیف پولتون رو کپی میکنید. الان خب این که اشتاس ادامه رو میزنید و تمامه دیگه. برداشت پایر هم همینجوری همینو که بزنید میگه حساب کیف پولتون رو بزنید و تمامه. الان میگه هیچی تو کیف پول پایرمون نیست، نمیتونید برداشت بزنید. حالا بعدن که کیف پول پایرشون پر شد برداشت رو میزنیم. این کلیات سایتش بود و اینکه اینو گفتم حالا نکتهایی که اینو درصد باید ببرید بالا، اینو نباید بذارید صفر بشه. این حداقل مثلا شب که میخواید بخوابید اینو رو 12-13 ساعت باید برسونید و بخوابید که تا فردا صبح صفر نشه. و اینجا دستاوردهاییه که شما میتونید درآمدتون رو باش بیشتر بکنید. روزانه که مثلا اینقدر تبلیغ ببینید اینا یک سرعت بهتون میده که امتیاز و ساعت بیشتر بهتون میده. اینجا هر چیز وبسایت ببینید تایم و پوینت بهتون میده که این سریعتر میره بالا، یا این تایمر رو بهتون میده، یا حتی مثلا 2 سنت البته الان 2 سنت شده، هر چی فکر کنم لول بعدش 4 سنت، اینجوری هی میره بالاتر هر چی بیشتر تبلیغ ببینید. و اینا دستاورداتون اچیومنتاشونه که یه جورایی درآمد اضافه است که میتونید از این سایت داشته باشید. و همین دیگه داخل پی سی هم که بهتون گفته بودم، نکاتش هم داخل ویدیو قبلی بهتون گفته بودم، اگه ندیدین میتونید ببینید ویدیو قبلیشون بالا هست. و همین دیگه اینم برداشت از این سایت که شیک و مجلسی انجام دادیم به علاوه ساخت حساب پایر که خیلی جا نیاز میشه. احتمالاً تو ویدیوهای بعدیمون هم ساخت حساب پایر به دردتون بخوره. امیدوارم این ویدیو رو هم دوست داشته باشید و با لایک و کامنتاتون به ما انرژی بدید و اینکه همیشه حال دلتون خوب باشه. فعلا تا ویدیوی بعدی، ادیوس.